حالا علت این که اومدن جدا کردن از بنیاد دینی چیست؟ یعنی به این نتیجه رسیدن که اگر بنیاد دینی با بنیاد دولت در هم آمیخته بشه، بالاخره این دین رو باید یک عده‌ای تعریف کنن و یک عده‌ای بیان کنن و یک بیان رسمی و ویژه به دین بدن و یه عده‌ای تصدی کنن و یک عده‌ای تصدی کنن. یعنی فردا اگر شما بخواید یک قانون رو بسنجید، باید بسنجید که آیا با دین رسمی و دین ویژه اون کشور این قانون همراهی دارد یا ندارد. حالا اون رو کی باید تشخیص بده؟ یک عده باید بنشینن و این رو تشخیص بدن. اون چیزی که الان نسبت به سابق جلو اومده این که لایسیته پا رو فراتر از مذهب گذاشته. یعنی میگه نسبت به دین و نسبت به عقاید مختلف باید خنثی باشه. مثلا در زمانی که کشور اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، عده‌ای نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی رو لایک میپنداشتن، در صورتی که سیستم اتحاد جماهیر شوروی یک سیستم ضد مذهبی بود. بند دوم لایسیته این هستش که آزادی اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی رو به رسمیت میشناسه و اصولاً گفته میشه که لایسیته خود یک عقیده نیست، لایسیته بیان آزادی عقاید مختلف است. ببخشید میتونیم بگیم که لایسیته به این مفهوم یعنی این که برای آزادی عقیده شهروندان یک حریم ایجاد میکنه که دولت و سازمان هیچ نهاد سازمان یافته‌ای نمیتونه در اون دخالت بکنه یا تحت تاثیر قرار بده؟ دقیقاً لایسیته میاد این تعریف رو میکنه که دولت باید به عنوان یک ظرفی که همه عقاید بتونن در اون حضور پیدا بکنن عمل بکنه، بتونه این خنثی بودن رو، یعنی رنگ نزنن از قبل دولت، دولت اسلامی نباشه، دولت مسیحی نباشه، دولت یهودی نباشه، دولت مارکسیستی نباشه، دولت لیبرالی هم نباشه و بدین صورت هر کس بتونه فعالیت سیاسی بکنه و مشروعیت قانون از رأی مردم گرفته بشه و مشروعیت قانون از بنیاد دینی و یا بنیاد ایدئولوژی گرفته نشه. چنانچه لایسیته به مفهوم جدای دین از سیاست نیست و این یک خلاف حقیقت دیگه است که در ایران خصوصا رژیم و یا حتی برخی از روشنفکرانی که ممکنه اطلاع نداشته باشن از این موضوع به اون دامن میزنن. یک فردی که باور دینی داره میتونه فعالیت سیاسی بکنه، چنانچه در کشورهای غربی حتی در فرانسه احزابی هستن که خود رو مثلا سوسیال مسیحی یا دموکرات مسیحی تعریف میکنن و خود رو با ارزش‌هایی که از دینشون گرفتن بیان میکنن، اما این به اون مفهوم نیست که مثلا به عنوان یک مثالی که بخوایم مشخص باشه فرض کنید که مخالف دین مسیحیت گفته طلاق کار درستی نیست یا امر درستی نیست. فرض کنیم یک چنین چیزی در دین مسیحیت باشه که برخی این اعتقاد رو دارن. خب کسی که میاد نمیتونه حتی اگر عقاید مذهبی داشته باشه و ریشه های مذهبی داشته باشه و ارزش های مذهبی رو پذیرفته باشه، نمیتونه بیاد بگه به خاطر اینکه انجیل گفته است یا فلان قدیس گفته است که طلاق امری نامناسبه پس نباید وجود داشته باشه، بلکه میاد اون مشروعیت رو باید از رأی مردم بگیره با به وجود آوردن اکثریت در کشورها، در مجالس، در انتخابات ریاست جمهوری و یا غیره. پس بدین مفهوم من میخوام با اون که خیلی هم سوال داریم وقتم محدوده، من میخوام این سوال باز مطرح کنم با اجازهتون. همین مثال طلاق که فرمودین، یعنی این که یه نفر یک مسیحی فرض فرمایید کاتولیکی که معتقده یا میگن که طلاق مجاز نیست، شخصا میتونه تصمیم بگیره باور داشته باشه که طلاق مجاز نیست و عمل نکنه، اما جامعه به عنوان یه مجموعه به عنوان کل نمیتونه هم چیزی رو تحمیل بکنه به شهروندانش. درسته؟ دقیقاً. و اصولا نمیتونه
رجوع بده به کتاب‌های مذهبی و بگه به خاطر اینکه در کتاب‌های مذهبی طلاق امری نامناسبه، پس طلاق باید حذف بشه. ولی میتونه بگه که من طلاق را مناسب نمیدونم، آیا مثلا اکثریت مردم این رو میخوان یا نمیخوان. چنانچه این صحبت‌ها در غرب درباره مثلا خودکشی، درباره سخت جنین، درباره مسائل دیگه بارها و بارها بحث شده و بحث میشه. پس ویژگی لایسیته این هستش که یک ظرفی رو به وجود میاره برای اینکه افراد با عقاید مختلف بتونن خودشون رو بیان بکنن و دولت از قبل در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای هیچ مذهب و عقیده خاصی وجود نداشته باشه و اون رأی مردم هست که بتونه انتخاب رو به مردم بگذاره. پس ببخشید ما 1-2 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. من چند تا سوال دارم اما می‌خواستم خواهش کنم که اون نکته سوم هم بفرمایید در این 1-2 دقیقه. نکته سوم این هستش که عدم تبعیض چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم، یعنی لایسیته خود رو تعریف میکنه، میگه شما به خاطری که فلان مذهب رو دارید، فلان عقیده رو دارید، نمیتونن نسبت به شما رفتاری تبعیض آمیز داشته باشن. چنانکه در ایران امروز ما شما نمیتونید بیدین باشید، شما نمیتونید بهایی باشید، شما نمیتونید مسیحی باشید، شما نمیتونید یهودی باشید، شما نمیتونید زرتشتی باشید، شما نمیتونید سنی باشید، شما نمیتونید حتی شیعه عادی باشید، بلکه باید شیعه طرفدار اصل ولایت فقیه باشید تا بتونید مثلا به مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کنید بر فرض. پس میبینید تفاوت بسیار عمده‌ای داره و اصل اساسی و مهم این است که در خلاف اون چی که در افکار عمومی رژیم ایران مثل دروغ‌ها و خلاف حقیقت‌های زیاد دیگه‌ای که انتشار میده، پخش میکنه، لایسیته نه تنها ضدیت با دین نیست، لایسیته نه تنها دین ستیزی نیست، بلکه لایسیته خنثی بودن دولت نسبت به همه ادیان و آزاد کردن دین از قدرت دولتی است. چنانچه بر فرض اگر عقیده مون باشه که آقای خمینی میخواست دین دولتی در ایران، دولت دینی در ایران بنیان بگذاره، دیدیم که این دولت دینی تبدیل به دین دولتی شد و دین دولتی باید یک متصدی داشته باشه و اون متصدی به نام اون دین همه کار میکنه، چنانچه خودش کرد و امروز هم دارن میکنه. آقای دکتر، آیا تجربه تاریخی نشون نمیده که دین دولتی یا حتما دولت دینی میشه و دولت دینی یا مرامی حتما مرام دولتی میشه؟ دقیقاً حتما در غیر دینیش رو در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای کمونیستی تجربه کرده بشریت، در مرحله دینیش رو ما ایرانی ها تجربه کردیم، غربی ها در قرون وسطی تجربه کردند. شاید هیچ رژیمی در ایران به اندازه این رژیم به دین جامعه، به اخلاق جامعه، حتی به خود بنیاد دینی یعنی روحانیت این همه لطمه وارد نکرده باشه. در کجای تاریخ ما خونده بودیم که این تعداد روحانیت یا در زندان‌ها باشن یا شکنجه بشن یا در حبس قرار بگیرن که در زمان آقای خمینی و خامنه‌ای ما تجربه کردیم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. من با عرض معذرت بازم محدودیت وقتی دست و پای ما رو بسته. من چند تا سوال دیگه داشتم، میخواستم با اجازهتون این سوالا رو طرح کنم که مثل که باید از شما قول 2 تا جلسه دیگه گفتگو رو بگیرید. من مثلا سوالم این بود که بهتر میدونید و بینندگان ما میدونن در دنیای انگلیسی زبان سکولاریسم بیشتر به اصطلاح متداول و این تفاوت‌های این دو و متاسفانه میبینیم که ما ایرانیان بین این تفاوت‌ها خیلی چندان تمیز قائل نمیشیم. و بعد اینکه چطور میشه یه نظامی رو به وجود آورد بر مبنای لایسیتی که حافظ این به اصطلاح جدایی دولت از چیز بشه، از مرام و عقیده بشه. و سوم اینکه آیا در کشورهای
مسلمان لایسیته ممکنه به وجود بیاد یا نه. من خواهش میکنم این سوالای عمومی رو در نظر داشته باشین تا در گفتگو آینده. بازم خیلی از شما سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم. ممنون که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. اوقاتتون خوش. تا گفتگو آینده.